بازی داره شروع میشه. امیدوارم شاهد یه بازی پرشور باشه. بیایید نگاهی به ترکیب دو تیم بندازیم. نیمه اول شروع میشه. تکل به موقع. توپو به جلو میبره. پاس عرضی. ضربه پرقدرت. با فاصله کمی از کنار دروازه به بیرون میره. شروع مجدد از دروازه‌بان. حرکت میکنه و توپو میگیره. یک ربع از وقت بازی گذشته. هر دو تیم میخوان نبض بازی رو به دست بگیرن. از بالای تیرک افقی به بیرون میره. یه گل فوق‌العاده! یادآور این که هیچ برتری در این بازی قابل اعتماد نیست. توپو به جلو میفرسته. نتیجه همکنون 1-0. به هر حال ارزش امتحان کردن رو داشت. به دنبال یار مناسب. توپو به جلو میبرن. به دنبال بهترین گزینه. ضربه پرقدرت با موفقیت توسط دروازه‌بان مهار میشه. یه پاس بلند عالی. بله گل! هنوز کنترل نتیجه رو به دست دارن، اما این یه هشدار جدی بود. عجب موقعیتی، فقط دروازه‌بان جلو درشه. تیر دروازه رو به لرزه در میاره. عجب قدرتی. آیا گل شده؟ انگار مهاجم امروز کفشای شوت‌زنیشو جا گذاشته. 60 دقیقه سپری شده و حالا بازی داره آرومتر دنبال میشه. ضربه سر گل میشه. نتیجه همکنون 3-0. یادآور این که هیچ برتری در این بازی قابل اعتماد نیست. عملکرد تیم در نیمه اول رضایت کامل رو به همراه داره. دو تیم جاهای خودشون عوض کردن و برای نیمه دوم آمادن. پاس عمقی خوبی داد. ضربه پرقدرت و گل! انگار تعویض داریم. توپ به حرکت در میاد. توپو به جلو میفرسته. پاس در عمق. تکنیک زیبایی رو به اجرا میذاره. پاس عمقی. تلاش خوبی برای بازپسگیری توپ داشتن، اما توپ از خط رد شده و ضربه دروازه. تعویض داریم. ارسال بلند. به زیبایی بازیخونی میکنه. اونا توپو تصاحب کردن.
تلاش برای پاس در عمق. توپ از درون محوطه جریمه شلیک میکنه. همچنان ممکنه بتونن نتیجه رو تغییر بدن. بازیکنای تعویضی دارن آماده میشن. به دنبال یار مناسب. شاید بتونه از مدافعین عبور کنه. به خاطر این اتفاق ضربه آزاد دریافت میکنن. اونا تصمیم گرفتن دیگه وقتش بشینه رو نیمکت. میره که گل بشه. خیلی از چارچوب دروازه فاصله نداشته اما به بیرون میره. اونا تصمیم گرفتن دیگه وقتش بشینه رو نیمکت. ارسال در عمق. ضربه پرقدرت. یه فرصت بزرگ برای یه بازیکن بزرگ اما تمام کنندگی نه چندان خوب. تعویض داریم. به دنبال یار مناسب. طبق نظر داور وقت تموم شده. مقایسه امتیازات باور نکردنیه واقعا برای